مرد خواهرش را در وقت زنا کردن با سنگ دستگیر کرد. سلام علیکم تماشاگران عزیز. خب خیلی که دیدید و مشاهده کردید، در حقیقت نفرانی هستند که با حیوانات با یکدیگر علاقه جنسی میکنند. یعنی زنها با حیوانات علاقه جنسی میکنند. یک مرد با همراه زن و خواهر خود زندگی میکردند و این مرد در مقامات ها کار و فعالیت مینمود. وقتی که سحر بر وقت برای کار می برآمد، برادرش شب دیر به خانه می آمد. خواهر این مرد باشد در حال نابالغی و طلبه مکتب بود، صنف 9 می خواند. وقتی که برادرش از خانه به کار می برآمد و دیر که به خانه می آمد، این دخترک باشد وقتی از مکتب به خانه می آمد و با سگ خود بازی می کرد. روز حالت شد که این دختر دیگر طاقت کرده نتوانست و سگ را به خانه خواب خودش برده زنا کرد. همین طور آهسته آهسته به همان دختر عادت شد این کار. هر وقتی که میخواست در نبودن اکش و ینگش با سگ خود یک جا میشد. روز صبح از جای کار به برادرش زنگ می شود و برادرش باشد لباسهایش را می پوشد و زود به کار می رود و حاجتهای لازمی را فراموش می کند. دختر که می بیند در خانه هیچ کس نیست، باز سگش را به اتاق خود می برد و با زنا مشغول می شود و این برادر باشد می بیند که حاجتهای لازمه را در خانه فراموش کرده است. باز می گردد برای گرفتن حاجتهای خود. وقتی که به خانه داخل می شود، آواز شهوت انگیز داد و فغانی خواهرش را می شنود و تاپانچه خردش را می گیرد و به سوی اتاق خواهرش می آید. می بیند که خواهر در زیر سگ خواب است و سگ باشد دختر را زنا کرده ایستاده است. این مرد تاپانچه خودش را گرفته خواهرش را با همراه سگ می پراند و هر دوی آنها هلاک می شوند. خب دوستان عزیز، ما باید همیشه دعاگو باشیم که الله مهربان همه ما و شما را از همین گونه چیزها در حفظ و امان خود نگه می دارد و ما را توفیق و ایمانمان را باز هم زیاده بگرداند و به بندگی خود عطا فرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.